آمین. خب خدا رو شکر. امروز همونطور که میدونید عزیزان، شاید بارها و بارها و بارها در مورد بیسیک ایمان مسیحی، یعنی دروس مقدماتی ایمان مسیحی شما شنیدید. در مورد ایمان شنیدید، در مورد گناه شنیدید، توبه شنیدید، در مورد روح القدس، خدای پدر، خدای پسر و چیزهای دیگر، تولدی تازه. حتما من مطمئن هستم که بارها و بارها شنیدید. امروز مبحث ما گناه هست، اما از منظر دیگری میخوایم بهش نگاه کنیم. از اون حالت بیسیک و ابتدایی در آوردیم این مبحث گناه رو، چرا که توی جلسات قبلی هم زیاد در موردش صحبت کردیم که معنای گناه چه هست. در موردش صحبت کردیم که در عهد عتیق به معنای این که انحراف از مسیر اصلی رو به زبان عبری معنیش میشه منحرف شدن از مسیر اصلی، و در ترجمه یونانی یا همون سبتیواجنت به معنای قاصر آمدن از اراده خداوند، از خواست خداوند، نتوانستن، در واقع انجام ندادن. در واقع توی جلسات گذشته در مورد منشأ گناه ما صحبت کردیم و عنوان شد که منشأ گناه، اینها رو به جهت یادآوری میگم برای اینکه دوباره یک یادآوری بشه. توی جلسات گذشته در مورد منشأ گناه صحبت کردیم و گفتیم که منشأ گناه و آن تولید کننده گناه در واقع شیطان هست، اما به فعل کشاننده گناه انسان هست. یکی دیگه از منشأهای گناه، وقتی شیطان میاد و شروع میکنه وسوسه کردن، در موردش صحبت کردیم، از چند جنبه تأثیر میذاره بر روی انسان و در واقع دل انسان رو میفریبد. در مورد این صحبت کردیم. ارمیا باب 17 گفتیم که میگه که منشأ اصلی گناه دل انسان هست. مرقس 7 آیه 14 الی 23 دوباره خداوند عیسی در مورد این توضیح میده که آن چیزی که در درون ماست ما رو آلوده میکنه، نه آن چیزی که از بیرون هست. در واقع اشعیا باب 1 آیه 5 و 6 در مورد این صحبت میکنه. و در مورد عواقب گناه ما همچنین صحبت کردیم که عواقب گناه یک سری عواقب داره. وقتی ما آن وسوسه رو به فعل میکشیم یک اتفاقی میفته. ابتدا باعث میشه ما مشارکتمون با خدا قطع بشه و از قدوسیت خدا فاصله بگیریم و حتی انسان با انسان بیگانه میشه، شقاق‌ها اتفاق میفته. گناه باعث اسارت و بندگی میشه. در مورد این صحبت کردیم بارها. وقتی پولس رسول تو باب 6 رومیان در موردش صحبت میکنه، فکر میکنم آیه 16 و 17 هست، این گونه میگه مانند غلامی که به غلامی گرفته میشه، گناه در واقع انسان رو به غلامی میگیره و ما برده و اسیر گناه میشیم. گناه سبب میشه که لعنت بر انسان بیاد و البته بر این جهان بیاد، بر محیط زیست ما بیاد. در مورد اینها کامل صحبت کردیم، نمیخوایم برگردیم. گناه باعث بیماری و مرگ میشه. مثال زدیم، گفتیم گناه باعث، یکی از گناهانی که ما میبینیم اعتیاد، مثلا اعتیاد باعث بیماری و مرگ میشه و هلاکت میشه. گناه باعث میشه که ما شادیمون رو از دست بدیم، آرامشمون رو از دست بدیم و از خداوند دور بشیم. در واقع گناه سبب هلاکت ابدی میشه و باعث میشه که ما به سمت نجات حرکت نکنیم. اما چاره و درمان گناه رو هم در موردش صحبت کردیم که ما به واسطه صلیب عیسی مسیح خداوند، به واسطه فدیه شدن عیسی خداوند، در واقع ما میتونیم از گناه رهایی پیدا کنیم. خب خدا رو شکر، همه اینها رو ما در موردش صحبت کردیم بارها و بارها و بارها، اما میخوایم از یک منظر دیگه امروز بهش نگاه کنیم. من به شما پیشنهاد میکنم برای اینکه ببینید چرا از یک منظر دیگر بهش نگاه میکنیم، برای اینکه کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم
مخصوصا عهد عتیق رو بهتر درک کنیم، بفهمیم که عهد عتیق، خداوند در عهد عتیق چگونه با ما سخن گفته. خیلی مهمه که درس امروز از ابتدا تا انتها شما بشنوید. امروز میخوایم از منظر شریعت هم به گناه نگاه کنیم. امروز میخوایم از نظر وجدان هم به گناه نگاه کنیم. امروز همه جوانب رو در نظر میگیریم. اما قبل اینکه مبحث اصلی رو باز کنم، من با یه داستان شروع میکنم. میدونم که داستان هم خیلی دوست دارید شما. با یک داستان طبق معمول من شروع میکنم. چند سال پیش ما یه دوستی داریم امریکا و یه روز بهش زنگ زدم، دیدم داره یه چیزی درست میکنه و مشغول تو آشپزخونه و داره یه چیزی رو خرد میکنه و بهش گفتم برادر جان این چیه تو داری خرد میکنی؟ گفت دارم سالاد درست میکنم برای صبحانم. گفتم سالاد چیه؟ گفت کره توش هست و سیب زمینی آبپز توش هست و یه دوتا میوه اسم آورد. بعد گفت که آووکادو هم توش هست. بعد گفتم من هرگز آووکادو نخوردم، یعنی به دلم نبوده که بخورم، اصلا نمیدونم مزهش چجوریه. یه روز دیگه دوباره من به این برادر زنگ زدم، دیدم دوباره داره همون سالاد بعد درست میکنه و میگه خیلی لذیذه، خیلی خوشمزه است، من هر روز این سالاده رو درست میکنم. یه روز به اتفاق همسرم ما رفتیم بازار و همسرم به من گفت که نظرت چیه امروز ما یه آووکادو بگیریم سالاد درست کنیم ببینیم سر سفره چه مزه‌ای میده. خب چشم شما روز بد نبینه. ما آووکادو رو گرفتیم آوردیم خونه و اون آووکادو رو خورد کردیم تو سالاد و روغن زیتون هم ریختیم روش و با چند تا چیز دیگه هم مخلوطش کردیم. اومدم بخورم دیدم نه، به مزاج من نمیشینه، دوست نداشتم. من آووکادو رو دوست نداشتم اون روز و گفتم بعد یه چیزی درونم اتفاق افتاد. ببین تا زمانی که من مزهش رو نچشیده بودم، تا نفهمیده بودم مزهش چجوریه، هی کنجکاو بودم ببینم این آووکادو چیه، همچی اسمی هم داره دیگه، آووکادو یه اسم خارجی هم داره. کنجکاوی من رو برانگیخت و نتیجهش این شد که من اون روز که چشیدم اصلا لذت نبردم از آووکادو. خب این داستان رو داشته باشید. میخوایم بریم توی عهد عتیق یه سری بزنیم و البته هم عهد عتیق هم عهد جدید. اما موضوع گناه، ما متوجه شدیم که گناه یک عامل داره و عامل آن وسوسه‌ای که توسط شیطان هست و گفتیم ما مولد و تولید کننده گناه هستیم. چرا؟ چون گناه درون قلب ما میاد ساکن میشه. وقتی میگیم قلب منظور همان روان ماست، همان فکر ماست، همان باور ماست و اونجا میاد ساکن میشه و وقتی ما اون فکر رو، اون عامل رو به یک وایس یا به یک رفتار تبدیل میکنیم، اونجا یک گناه اتفاق میفته. اما میخوایم یه کمی موشکافانه تر در مورد این صحبت کنیم. حتما میدونید گناه از چه زمانی اتفاق افتاد. از زمانی که آدم و حوا در عدن، در جایی که نه محکومیتی بود نه شرمی بود، در آزادی خداوند، در آرامش خداوند آنجا ساکن بودن و خداوند به ایشان گفت در باب 2 پیدایش آیه 25 بهشون گفت آیه 17 گفت از این درخت نیک و بد نخورید، از همه درختها بخورید، اگه آووکادو نخورید، شما از این آووکادو نخورید. و این به محض اینکه انسان، آدم و حوا در واقع وسوسه شدن و از آن درخت خوردن، یک اتفاقی درون زندگی آدم و حوا افتاد. یک چیزی اونجا اتفاق افتاد و ما میخوایم امروز اون رو نگاه کنیم. باب 2 پیدایش رو بریم با هم دیگه نگاه کنیم. آیه، بذارید از ابتدا شروع کنیم. باب 2 پیدایش آیه 17 چه اتفاقی افتاد؟ باب 2 پیدایش آیه 17 خداوند به آدم و حوا گفت اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. و توی آیه
توی آیه 25 چه میگه عزیزان؟ میگه آدم و زنش قبل از اینکه از آن درخت بخورن، میگه آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. این نشان میده که توی آن بستر باغ عدن چیزی به عنوان گناه، محکومیت و شرم وجود نداشت. اما بریم ادامه بدیم. به محض اینکه آنها از آن درخت خوردن یک اتفاقی در اونشون افتاد، از آن میوه خوردن یک اتفاقی در اونشون افتاد. توی باب 3 آیه 7 الی 10 ببینیم چی میگه. توی باب 3 آیه 7 الی 10 میگه آنگاه چشمان هر دو، بعد از خوردن آن میوه آن درخت، آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. روز قبلش عریان بودند و شرمی وجود نداشت، محکومیتی وجود نداشت. اما به محض اینکه از این آووکادو خوردن، حالا این من میگم آووکادو که قابل لمس باشه برای شما، به محض اینکه آووکادو رو خوردن چه اتفاقی افتاد؟ متوجه شدن ای وای ما عریان هستیم. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته، لنگ‌ها برای خیشتن ساختند. اما در واقع عامل این که شرم درون آدم اتفاق بیفته و احساس محکومیت بر اونها قرار بگیره که متوجه میشن عریانن، خودشونو میپوشونن، آیا عاملش آن میوه بود؟ میوه آن درخت بود؟ حالا بعضی هم میگن اپل بوده، من میگم حالا میگم آووکادو. آیا به نظر شما کسی با خوردن آن یک میوه، با خوردن یک میوه یک همچین اتفاقی درونش میفته، محکومیت برای اون میاد یا اینکه احساس شرم بر اون میاد؟ نه، مسلما نه. آن چیزی که اتفاق افتاد نااطاعتی بود. قرار بود آنها در عدن ساکن باشن، کسی رو بارور بشن، بر زمین مسلط بشن. قرار بود با خداوند در خنکی باغ بخرامن. اما خداوند به ایشان گفته بود که هر کاری میکنید بکنید، این باغ متعلق به شما، مواظب باش این درخت نخور. دقیقا این همان رازی بود که باعث شد انسان به گناه و به لعنت کشیده بشه. نااطاعتی باعث شد که آدم و حوا در روز اول چه اتفاقی براشون بیفته؟ عمرشون کوتاه بشه، از باغ بیرون برن، به زمین لعنت شده وارد بشن. و به حوا گفت درد زیغ خواهی کشید. به مرد گفت تو باید زحمت بکشی، با عرق تلاش کنی تا بتونی یک چیزی رو کسب کنی، به دست بیاری. اما پس نااطاعتی در واقع عاملی شد که این رشته گناه به شکل زنجیروار به نسل‌های بعد، نسل بعد و نسل‌های بعد برسه. اما سوال اینه عزیزان، در باغ عدن گناه وجود نداشت، در باغ عدن محکومیت وجود نداشت و شرم وجود نداشت. بعد از باغ عدن آدم و حوا در زمین لعنت شده، در زمینی که به واسطه گناه ایشان لعنت شد ورود میکنن و یک اتفاقی میفته. این دامنه گناه شروع میکنه حرکت کردن و همه نسل رو میگیره، همه آن نسل بشر رو میگیره. وقتی شما میرید پیدایش باب 6 رو میخونید، وقتی طوفان نوح آنجا اتفاق میفته، ماجرای طوفان نوح رو میخونید، خداوند آنجا میگه چی؟ میگه شرارت زمین بیش از حد شده، بسیار شده. یا وقتی باب 11 پیدایش رو میخونید، میبینید که انسان میخواد برجی درست کنه تا تسلط پیدا کنه، میبینیم که باز گناه. یا ماجرای سدوم و عموره رو وقتی نگاه میکنه، آنجا میگه خداوند میگه که اینها دیگه واقعا از هر لحاظ و هر حیث پاشون رو دارن فراتر از حدشون میذارن و خداوند اونجا داوری رو میاره. اما موضوع اصلی چیه؟
چرا من تاکید دارم روی این مسئله؟ امروز میخوام در مورد شریعت صحبت کنم. بعد از اینکه انسان گناه میکنه و محکومیت بر او قرار میگیره، اینجوری بگیم بعد از اینکه انسان از آن درخت میخوره، یک اتفاقی درون انسان میفته. بریم یک آیه رو بهتون بدم عزیزان. باب 3 آیه 22. بعد از اینکه آدم و حوا میوه رو خوردن، خداوند این گونه میگه و یهوه خدا فرمود اکنون آدم همچون یکی از ما شده که نیک و بد را میشناسد. دقت کنید، نیک و بد رو میشناسد. حالا بریم رومیان باب 2 رو بخونیم. منظورش چیه؟ یهوه خدا میگه انسان اینک مانند ما نیک و بد رو میشناسد. منظورش چیه؟ چه چیزی رو ما بعد از خوردن آن میوه، نیای ما آدم و حوا بعد از خوردن آن میوه چه اتفاقی درونشون افتاد؟ خوب و بد رو تشخیص میدادن. بریم باب 2 رومیان رو بخونیم ببینیم نظر پولس رسول در مورد این مسئله چه هست. پولس رسول این رو به 3 دسته تقسیم کرده. یعنی پس از گناه انسان و خوردن میوه یه اتفاقی افتاده و این رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. از آیه 12 میخونم برای شما. میگه همه کسانی که بدون شریعت گناه میکنن بدون شریعت نیز هلاک خواهند شد. وقتی آدم و حوا از آن میوه خوردن، در واقع آمدن بیقانونی رو باب کردن. درسته؟ در آنجا هم هنوز شریعتی داده نشده بود به آدم و حوا، چارچوبی نداشتن. پس با همان گناهی که کسب کرده بودن اومدن درون جهان شروع کردن بیقانونی و نسل در نسل این اتفاق افتاد. آدم و حوا وارد شهر بیقانون شدن و هیچ چیزی رو نمیتونستن تشخیص بدن و نتیجه این تداوم گناه میشد هلاکت، مرگی که قرار بود انسانها سالها در حضور خدا بنشینه اما عمرش کوتاه شد. چرا؟ به واسطه گناه. همه کسانی که بدون شریعت گناه میکنن بدون شریعت نیز هلاک خواهند شد و همه کسانی که زیر شریعت مرتکب گناه میشوند بنابر موازین شریعت داوری خواهند شد. زیرا شنوندگان شریعت، حالا به این آیات دوباره برمیگردیم، زیرا شنوندگان شریعت نیستند که در نظر خدا پارسایند، بلکه کسانی پارسا شمرده خواهند شد که به شریعت عمل میکنند. به راستی این آیه مد نظرمه، به راستی وقتی غیر یهودیان که شریعت ندارند، توجه کنید، به راستی وقتی غیر یهودیان که شریعت ندارند اصول شریعت را بنا به طبیعت به جا می آورند، آنان هرچند فاقد شریعتند لیکن خود برای خیشتن شریعتی هستند، زیرا نشان می دهند که عمل شریعت بر دلشان نگاشته شده، چنانچه وجدانشان گواهی می دهد و افکارشان در برابر هم یا آنان را متهم می کند یا تبرئه می کند. اون اتفاقی، ببین میرسیم به یک کلمه به نام وجدان. آنهایی که امروز زیر شریعت نیستن، آنهایی که زیر فیض نیستن، آنهایی که صدای خداوند رو امروز نشنیدن و نپذیرفتن در واقع یا اصلا نشنیدن، یک چیزی درونشون هست به نام وجدان که این وجدان حاصل تجربه خوردن درخت معرفت نیک و بد است که خداوند گفت چی؟ اینک انسان شبیه ما شده است و خوب و بد رو تشخیص میده. پس میخوام به چی اشاره کنم عزیزان؟ تمام انسان ها درونشان یک چیزی وجود دارد به نام وجدان که آن وجدان مقیاس قانون هست.
همان تجربه خوردن درخت نیک و بد که باعث شد خوب و بد رو از هم تشخیص بدهند. پس تمام انسانهای جهان یک عاملی درونشون هست به نام وجدان که این وجدان در واقع یک قانون هست و قانونمندی براشون ایجاد میکنه و بر طبق اساس آن قانون وجدان شروع میکنن زیست کردن. خب پولس رسول یکی از این قسمت ها رو چی میگه؟ بعد از سقوط انسان یکی از این قسمت ها رو میگه وجدان انسان. پس انسان بعد از اینکه سقوط میکنه در وهله اول یک وجدان داره. اما وقتی میری کتاب پیدایش رو میخونید، وقتی کتاب پیدایش رو میخونید میبینیم که از فاصله سقوط انسان و خروج او از باغ عدن تا آمدن شریعت یک اتفاقی افتاده و آن اتفاق اینه: انسان در بیقانونی و کثرت گناه در حال زندگی بود. یعنی چه؟ شریعت یعنی چه؟ بذار اول شریعت رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. شریعت یعنی چه؟ شریعت یعنی سری قوانین الهی. شریعتی که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه چارچوب ها و حدود خداونده. شریعت وقتی در موردش صحبت میکنه در کتاب مقدس داره نشان میدهد که انسان اگر میخواد به خدا نزدیک بشه این خدای ما چه حدود و اختیاراتی داره که توی خروج باب 20 خداوند میاد 10 فرمان رو به موسی میده. اما قبل از این که 10 فرمان رو بده چه اتفاق افتاد؟ میبینیم که قوم اسرائیل هم در بیقانونی به سر میبردن. مثال 2 روز پیش داشتم با یه خواهری صحبت میکردم. مثال باب 38 پیدایش ما میبینیم که یهودا با عروس خودش همبستر میشه. با عروس خودش همبستر میشه. بعد یه چیزی درونش اون رو محکوم میکنه. آن چیزی که درون یهودا او رو محکوم میکنه وجدانش هست. چرا؟ چون هنوز 10 فرمان نیامده، چون هنوز شریعت نیامده. شریعت تو خروج اومد دیگه، زمانی که قوم از مصر اومدن بیرون در کوه سینا. درسته؟ پس به چند مرحله میرسیم؟ 1 وجدان، 2 شهر بیقانون از زمان سقوط انسان تا زمان 10 فرمان. شهر بیقانون، بی‌بندوباری و هیچ حدودی انسان نداشت که بتونه تشخیص بده. و 3 شریعت. حالا این 3 بخش رو با هم باز میکنیم. توی این شهر بیقانون حد فاصله سقوط انسان تا آمدن شریعت بر کوه سینا یک اتفاقی اونجا میافتاد که پولس رسول خیلی زیبا این رو تعریف میکنه. میخوایم اون مقطع رو ما بریم یه نگاهی بکنیم. رومیان باب 5 آیه 3 میگه زیرا پیش از آنکه شریعت داده شود گناه در جهان وجود داشت. گناه در جهان وجود داشت، اما هرگاه شریعتی نباشد گناه به حساب نمی آید. گناه به حساب نمی. شریعت گفتیم چی؟ گفتیم چارچوب های حدود خداونده. حالا پولس رسول داره میگه وقتی تو هیچ چارچوبی نداشته باشی، هیچ درکی از خدا نداشته باشی، هیچ آگاهی از خدا نداشته باشی، اصلا گناه به حساب نمیاد. اصلا نمیدونی باید طبق چه شریعت، طبق چه قانونی حرکت کنی. و این باعث شده بود توی اون دوره گناه بیش از حد درون این شهر بیقانون شروع به حرکت کنه. چرا این اتفاق افتاده بود؟ میخوایم اینو بررسی کنیم. حالا بعد از اینکه در واقع توی اون شهر بیقانون
توی اون شهر بیقانون، کسی که هیچ حدودی نداشت، هیچ حدودی نداشت. مثل این میمونه شما برید توی یک شهری، وارد یک شهری میشید با خودروتون، بعد هیچ تابلویی نمیبینید، نه تابلوی توقف میبینید، نه تابلوی سرعت مجاز میبینید، نه چراغ قرمزی میبینید، نه چراغ سبزی میبینید، نه میدونید وارد کدوم شهر شدی، اسم شهر رو هیچ تابلویی نوشته نشده، هیچی ازش نوشته، نه خطوط عابر پیاده دارید. فکر کنید وارد یه همچین شهری شدید با خودرو، وارد یه همچین شهری شدید با خودرو که نه اسم داره، نه نام داره، نه سرعت مجاز داره، و اون شهر هم به شدت شلوغه. و من یاد این تصویرهای کشور هندوستان میفتم و پاکستان که با دوچرخه میان، با موتور میان، ریل قطار وسط دستفروشا میاد عبور میکنه. تصور میکنه یه همچین تصویری داره به ما میده. وقتی شما قانون نداشته باشی هرج و مرج اتفاق میفته. پس خداوند وقتی این هرج و مرج رو میبینه، ببینید توجه کنید، وجدان که پولس رسول میگه میگه با مثال یهودیا میگه آنهایی که شریعت ندارن وجدان که دارن، مطابق وجدانشان داوری خواهند شد. اما آنهایی که شریعت دارن مطابق شریعت داوری خواهند شد. اما شریعت چه هست و چرا آمد؟ توی باب 20 خروج، زمانی که خداوند موسی رو بلند میکنه و به اون میگه تو برو قوم من رو از اسارت و بندگی مصر آزاد کن، و وقتی اونها میان به صحرای سینا میرسن و به کوه سینا میرسن، خداوند با موسی در کوه سینا ملاقات میکنه و 10 فرمان رو به اون میده. این 10 فرمان حکم همان تابلوها و علائم رانندگی رو داره داخل همون شهر بیقانون. خداوند میگفت تا امروز شما به هر سمتی، به هر سوی میرفتید، اما از امروز به بعد باید مطابق این قوانین زندگی کنید و حیات داشته باشید. این کمک میکنه که شما حد فاصله گناه و قدوسیت خدا رو تشخیص بدید. مانند چه شد؟ تا قبل از آن انسان نمیدانست گناه چه هست، نمیدانست خدا و قدوسیت خدا چه معنایی داره، اصلا نمیدانست. مانند من وقتی آووکادو رو هنوز نخورده بودم. توجه کردین چرا آووکادو رو مثال زدم؟ مانند من که تا حالا مزه آووکادو رو نچشیده بودم، نمیدونستم آووکادو چیه، میوه بومی کدام کشوره، چه مزه‌ای میده، چه جوری باید مصرف بشه. شریعت وقتی آمد و حدود قدوسیت خدا رو به تصویر کشید، نشان داد که خداوند یک چارچوبی داره که انسان نباید از آن تخطی کنه. یک اتفاقی میفته اینجا و چشم انسان دوباره باز میشه. چشم قوم اسرائیل باز میشه. تا حالا توی شهر بیقانون بودن که هیچ حد و مرزی برای خوب و بد وجود نداشت و گناه به زیادتی و فراوانی وجود داشت، چون شریعتی وجود نداشت. فقط تنها به واسطه وجدانشون زندگی میکردن و مطابق وجدانشون داوری میشدن، مانند یهودا و تامار عروس یهودا. مطابق وجدانشون داوری میشدن. حالا چشمان انسان باز شد. واو، من با یک خدایی روبرو هستم که در قدوسیت ساکنه. این خدا به من میگه قتل نکن، زنا نکن، طمع نکن، بر برادرت شهادت دروغ مده، به پدر و مادر خود احترام بگذار، دروغ نگو. یهو چشم قوم باز شد. اوضاع ما خیلی خراب و ما چقدر با خداوند فاصله داریم. پولس رسول میگه
تو باب 7 رومیان در موردش صحبت میکنه. میگه شریعت نیکوست. خداوند شریعت رو داد تا چشمان انسان باز بشه و گناه رو بتونه تشخیص بده. چشمان انسان باز بشه و گناه رو بتونه تشخیص بده. آیا چشمانش رو به گناه باز شد؟ نه، چشمانش نسبت به قدوسیت خدا باز شد و متوجه شد که کجا ساکنه، درون چه منجلابی قرار داره انسان. کل عهد عتیق رو وقتی شما مطالعه میکنید، وقتی خداوند در سینا شریعت رو میده، چارچوب حدود خودش رو میده، وقتی شما میخونید کتاب خروج رو، کتاب لاویان رو، کتاب اعداد رو، کتاب تثنیه رو، داوران رو، به پادشاهان رو، اول دوم سموئیل رو، و همینجور میایید تو به جلو، میبینید که توی تمام این مسیر خدا داره یک چیز میگه: من به شما شریعت رو دادم که شما حدود من رو بشناسید و به واسطه به جا آوردن شریعت حرمت من رو نشکنید. خاطرتون هست توی عهد عتیق خداوند چه گفت؟ گفت من این قوم رو انتخاب کردم، قوم مقدس در تقدس وارد زمین مقدس بشه. ولی وقتی نگاه کردیم چه اتفاقی افتاد؟ قوم رو خداوند نجات داد، 10 فرمان رو بهش داد، گفت مطابق این 10 فرمان زندگی کن، مطابق این شریعت زندگی کن. ولی قوم 40 سال در بیابان سرگردان بود، حتی با قانونهایی که خدا بهش داده بود نتونست نجات پیدا کنه. بعد از 40 سال که به سرزمین کنعان رسیدن، باز هم نتونستن حتی با قوانین الهی نجات رو دریافت کنن. ما میبینیم کل کتاب عهد عتیق رو وقتی میخونیم میبینیم مدام قوم اسرائیل حتی با داشتن قانون هنوز سبقت غیر مجاز میگرفتن، هنوز بوق میزدن، هنوز آبرهای پیاده رو زیر میگرفتن، هنوز سرعتشون از 100 میرفت بالا، حد مجاز رو رعایت نمیکردن. با اینکه امروز دیگه قوم اسرائیل تابلوها رو داشت، چراغ راهنما رو داشت، ولی نمیتونست مطابق قانون الهی، قانون شهر خداوند زندگی کنه. پولس رسول توی غلاطیان باب 3 میگه شریعت آمد تا مربی ما بشود. یعنی چه؟ شریعت، قوانین آسمان که اومد، به انسان گفت، به قوم اسرائیل گفت اگر میخواید در سلامتی و شالوم زندگی کنید باید مطابق این قوانین زندگی کنید. مانند یک معلم و مانند یک مربی، شریعت و قوانین الهی قوم رو هدایت میکرد. اما ما میبینیم که قوم نتونست به واسطه شریعت نجات رو دریافت کنه، هرگز نتونست. کل عهد عتیق رو وقتی میخونید میبینیم که قوم همش لغزش میکرد: بت پرستی، زنا، جنگ ها، قتل، غارت، تجاوز. میبینیم بیش از حد و زیاده شد. برای همین پولس رسول میگه وقتی شریعت آمد چشمان شما باز شد، گناه رو شناختید. چرا؟ چون قدوسیت رو شناختید. قدوسیت رو که بشناسی میفهمی کجای کار ایستادی، میفهمی کجا ایستادی. بعد توی عهد عتیق وقتی میرید نگاه میکنید، خداوند میداند که انسان به واسطه انجام حتی قوانین آسمان نمیتواند نجات یابد. توجه کنید، انسان به واسطه قوانین آسمان نمیتواند نجات یابد. چرا؟ چون انسان ناتوان است. وقتی ارمیا باب 31 آیه 33، خواهر باز میکنید لطفاً کمک بدید به من. ارمیا باب 31 آیه 33 رو میخونید لطفاً. خداوند چی میگه؟ میگه میخوام یه عهد تازه باهاتون ببندم. من متوجه شدم شما نمیتونید با این قوانین هم حتی نجات پیدا کنید. چی میگه خواهر جان خداوند؟
اما خداوند میگوید این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاند و بر دلشان خواهم نگاشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. میگه چی؟ میگه روزی خواهد رسید که این شریعتی که بهتون دادم مکتوبه، توی تورات هست. یه روز میرسه که این دیگه تو تورات، نه تنها توی تورات هست، من توی قلب شما حکش میکنم. بریم حزقیال 36 رو هم بخونیم. حزقیال 36 آیه 26 و 27 ببینیم چی میگه. خودم میخونم، آوردم خرجم. میگه چی؟ میگه دلی تازه به شما خواهم بخشید و روی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. همان قوانینی که با وجود شریعت شما نتونستید انجام بدید، روزی خواهد آمد که من از روح خودم به شما خواهم بخشید. حالا برگردیم. چه اتفاقی افتاد؟ انسان در باغ عدن سقوط میکنه به واسطه نااطاعتی و به واسطه خوردن درخت نیک و بد. و خداوند اونجا میگه چشمان انسان باز شد. چشاش باز شد. الان دیگه خوب و بد تشخیص میده. یعنی چی؟ یعنی وجدان. همینی که بین عامه مردم معروفه، میگه مگه تو وجدان نداری؟ حالا دین و ایمونت هیچ، وجدان هم نداری تو. زیاد شنیدیم نه؟ تمام انسان ها بدون اینکه تعلیم و تربیتی حتی گرفته باشن، مرز بین خوبی و بدی رو تشخیص میدن. تمام انسان ها چه شریعتی داشته باشن، چه قانونی داشته باشن، چه قانون اجتماعی، قانون کشوری داشته باشن، چه مذهب داشته باشن، چه نداشته باشن، تمام انسان ها حد فاصله خوبی تا بدی رو میدونن. این نتیجه تجربه خوردن درخت معرفت نیک و بد بود. پس چی شد؟ یکی وجدان هست. مرحله دوم چه اتفاقی میفته؟ انسان وارد یک شهر بیقانون میشه. شهری وارد شدی نه چراغ داره، نه سرعتگیر داره، نه خط عابر پیاده داره و همه تو هم لول میخورن و گناه اونجا بیش از حد میشه، مثل زمان نوح که داوری آمد. و بنابر آن بیقانونی آن شهر داوری آمد و نتیجهش هلاکت هست. پس این مرحله دو. مرحله سوم چه اتفاقی افتاد؟ شریعت داده شد. شریعت که داده شد دوباره چشمان انسان باز شد. واه، این جلال خدای من کجا ایستادم؟ اوضاع من چقدر خرابه؟ من باید تلاش کنم با انجام دادن حدود خداوند نزد خداوند بمانم. و انسان و قوم اسرائیل حتی با داشتن شریعت، با داشتن قوانین الهی، ناتوان بود از انجام دادن شریعت. چشاش باز شده بود، نه به قدوسیت، به گناه هم چشاش باز شده بود. گناه رو شناخت و وقتی گناه رو شناخت یک عاملی درونش شروع کرد تراوش کردن. میوه آووکادو چه مزه‌ای میده، گناه چه مزه‌ای میده. اینم گناهه، اونم گناهه، اینم گناهه، اینم گناهه. چه مزه‌ای میده، چه مزه‌ای میده، این چه مزه‌ای میده، اون چه مزه‌ای میده. و گرایش قوم با توجه به قوانین الهی، چون دنبال مزه بود، بیشتر شد. رفت مزه کردید تلخه، رفت مزه کردید بدمزه است، ولی کار از کار گذشته بود. نااطاعتی کرده بود.
از حضور خدا قاصر شده بود و این باعث شده بود داوری بر اونها قرار بگیره. پولس رسول میگه آنهایی که زیر شریعتن بر طبق قوانین شریعت داوری میشن. من قانون رو بهتون دادم. پولس رسول داره این رو میگه خداوند میگه من قانون رو بهتون دادم، شما میدانستید. و وقتی شخصیت های کتاب مقدس رو نگاه میکنیم، حتی موسی نتونست به جا بیاره. خداوند به موسی گفت تو به سرزمین موعود وارد نمیشی. چرا خداوند؟ چون قوانین من رو رعایت نکردی، در اطاعت نایستادی. تو هم زیر داوری میای موسی. شخصیت های داوران رو نگاه کنید، جدعون رو نگاه کنید، شک کرد به خداوند. برید شمشون رو نگاه کنید. اصلا شمشون که توی وادی بود برای خودش، زنا میکرد، هر کاری میکرد شمشون، وزیر هیچ شریعتی نبود. میان جلوتر به سموئیل میرسیم، میبینی ایلی کاهن بود، اما در سلامتی و شالوم خدا نبود. چرا؟ چون نمیتوانست، عاجز بود، نمیتوانست قوانین خداوند رو به جا بیاره. بیا جلوتر، شاول مسیح خداوند بود، خداوند او رو مسح کرده بود، نتونست، طمع کرد، جاه طلبی کرد، نااطاعتی کرد، جادوگری کرد و هزار گناه دیگر. داوود زنا کرد. داوود هم نتونست به جا بیاره. داوود هم نتونست مطابق قوانین الهی زندگی کنه. حتی داوود هم زنا کرد. سلیمان رو برید ببینید، زیر شریعت خداوند بود، 1000 زن داشت. خداوند بهش گفته بود تو تورات، گفته بود مرجع تو پول نباشه، سربازان نباشه، زنان بسیار نباشه. سلیمان رفت برای معبد موآبیان، برای ملکوم، برای خدای دروغین اونها معبد ساخت. میاد جلوتر پادشاهان رو ببینید، از یربعام گرفته تا رهوبعام پسر سلیمان میگفت چی؟ میگفت پدرم اینگونه شما رو آزار میداد، من 100 برابر، من به مارها و عقربها شما رو شکنجه میدم. همینجوری میاید حکومت شمالی کامل محو شد، نتونستن قوانین رو انجام بدن. رسیدیم به یهویاکین، آخری پادشاه حکومت جنوبی، اومد زیر داوری، به اسارت بابل رفتن. چرا؟ چون نتونستن قوانین الهی رو انجام بدن. اشعیا تو باب 6 وقتی خداوند باش ملاقات میکنه میگه وای بر من، زیرا ناپاک لبم و اکنون خواهم مرد. اشعیا هم ناپاک لب بود، اون هم نمیتونست قوانین الهی رو انجام بده. پس ما نیاز به چه داریم؟ خداوند تو شریعت رو دادی، من چگونه میتونم مطابق اراده تو زندگی کنم؟ حزقیال باب 36. قلب سنگی تو رو میگیرم، قلب گوشتی بهت میدم، روح خودم رو بهت میدم. دیگه لازم نیست برای گناهانتون برید گوسفند و گاو قربانی کنید. من یه قربانی شایسته به شما. حالا تصور کنید قومی که زیر شریعت بود تشنه، گرسنه و منتظر ماشیخ بود، عیسی. خداوند باید بیاد ما رو نجات بده. ما نمیتونیم خداوند، حتی با وجود شریعت و قوانین الهی تو ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم. کل عهد عتیق داره در مورد آمدن عیسی صحبت میکنه. چرا؟ چون انسان متوجه شده بود به بخشش نیاز داره. حتی با توجه به داشتن قوانین آسمان انسان باز گناه میکنه. من نیاز دارم به نجات دهنده، من نیاز دارم یکی من رو نجات بده و من رو ببخشه، گناهان من رو پاک کنه. حالا تصور کنید خداوند بعد از سقوط انسان، وقتی که
وجدانش بیدار شده بود وقتی که در اون شهر بیقانون بود. توجه کنید، خوب توجه کنید به این نکته‌ای که میگم. وقتی انسان سقوط میکنه وجدان هم داره، شهرش هم بیقانونه، به جای اینکه شریعت رو بهش بده نجات دهنده عیسی رو بهش میداد. چه اتفاقی میافتاد؟ آیا انسان نیاز به نجات دهنده رو درک کرده بود؟ اصلا آیا آگاهی داشت از حدود و قدوسیت خدا؟ نه. پس خداوند شریعت رو داد که گناه رو انسان بشناسه و متوجه بشه که بابا شریعت نمیتونه من رو نجات بده. شریعت با تمام نیکوییش تو باب 7 رومیان پولس رسول میگه شریعت نیکوست. میگه اما یه شریعتی درون منه. ببینید پولس رسول، دقت کنین عزیزان، پولس رسول 2/3 رسالات عهد جدید رو نوشته. 2/3 رسالات عهد جدید رو نوشته. میگه یه شریعتی توی قلب منه، خیلی نیکوه، خیلی دوستش دارم و دلم میخوام مطابق این شریعت خداوند زندگی کنم. منظورش ندای روح القدسه. اما میگه نیاز بدن من، این پیکر من، فکر من، روان من، احساسات من، روابط من رو به سمت هلاکت میبره. برید باب 7 رومیان آخرین آیات رو بخونید. میگه وای به حال من که چه شخص نگونبختی هستم، زیرا این بدن، فکر و دل و قلبش. پولسی که روح القدس رو، پولس رسول امت ها، میگه من یک چیزی درونم هست که می جنگه با شریعت خدا، می جنگه با روح خدا. میگه آن چیزی که نیکوست انجام نمیدم، در عوضش میرم آن چیز بد رو انجام میدم. داره جدال بین گناه و روح خدا رو نشون میده. اصلاح کنم، داره جدال بین نفس، دل از همه چیز پریبنده تر است، داره جدال بین نفس و روح القدس رو نشون میده. پس خداوند میاد بعد از اینکه شریعت رو میده و انسان متوجه میشه، درک میکنه که بابا حتی شریعت هم چاره درد من نیست. من نیاز دارم خود خداوند بیاد پا به میدان بگذاره. و خداوند عیسی میاد به عنوان آخرین قربان، آخرین و یک قربانی نهایی برای تمامی اعصار. میاد که ما رو مورد فیض و بخشش قرار بده. توی رومیان باب 3 من این آیه رو خیلی دوست دارم. پولس رسول میگه هیچ کس پارسا نیست، حتی یک نفر. همه قاصر آمدند. منظورش چیه؟ میگه هیچ کس نمیتونه به واسطه توانایی شخصیش قوانین الهی رو انجام بده. خودتون زحمت نندازید. هیچ کس نمیتواند به واسطه انجام امور شریعتی نجات رو دریافت کند. برادر مسعود منظورت چیه؟ منظورم این عزیزان، از کارهای انسانی دست بکشیم، از نگاه کردن به گناهان دست بکشیم. این خوبه، این بده، این کارو کنم خوبه، این کارو کنم بده، این کارو کنم خوبه، این گناهه، این گناه نیست، این گناهه، این گناه نیست. توی افکارمون من میخوام یه چیزی بهتون بگم، این شریعته. امروز در ایمان، امروز ما که فرزندان خداوندیم، امروز ما که روح القدس رو داریم، لازم نیست به گناه نگاه کنید، لازم نیست با گناه بجنگید. من به شما یک چیز میگم، صدای روح القدس هم توجه کنید و هر آنچه روح القدس میگه انجام بدین. هر آن چیزی که
کتاب مقدس به ما میگه هر آن چیزی که روح خدا شما رو هدایت میکنه انجام بدین. اگر روح خدا به شما میگه پر از نیکوییه، اگر روح خدا با ما سخن میگه ما رو به سمت سرمنزل سلامتی و شالوم هدایت میکنه، نه به سمت گناه. امروز به جای اینکه بیایم بجنگیم با جهان، با گناه، با وسوسه، با نفسمون، با فکرمون، توی دروس قبلی هم در موردش صحبت کردیم، ثمرات نفس و ثمرات روح. به جایی که بیایم هی زوم کنیم روی ثمرات نفسمون که پر از تلخی و بدی و گناه و زشتی و قباحت هست، بیایم نگاه کنیم ببینیم روح القدس چی میگه. میخوایم فرزند خدا باشیم؟ میخوایم در قدوسیت خدا ساکن بشیم؟ یک بار مسیح برای ما بر روی صلیب فدیه شد، ما دستمون رو بردیم بالا، خدا با ما سف کرد، گناه ما رو شست. اما از امروز به بعد چی؟ از امروز به بعد وظیفه من چیه؟ که صدای روح القدس رو بشنوم. صدای روح القدس رو بشنوم و مطابق آن شریعتی که در حزقیال خوندیم و ارمیا، مطابق آن شریعتی که در قلبتان نهادم و آن روحی که از خود درون شما قرار دادم، مطابق آن روح حرکت کنیم. برای همینه که پولس رسول میگه و خداوند شریعت خود را درون در قلب ما ملصق کرده است. رومیان 8 آیه 1 و 2: پس دیگر هیچ محکومیتی بر آنان که در مسیح هستند نیست، زیرا در مسیح قانون روح حیات مرا از قانون مرگ و گناه آزاد کرده است. و یک موضوع بسیار بسیار مهم دیگه، عزیزانی که فکر میکنن عهد عتیق، من متاسفم چند وقت پیش یک عزیزی برگشت به من گفت که ما نسبت به عهد عتیق، ما اصلا عهد عتیق رو احتیاج نداریم، ما تو دوره فیض هستیم. نه عزیزان، این یک بدعت. آمدن مسیح یعنی کامل کردن تورات و سقوف انبیا. این رو خود مسیح گفته. ما نیاز داریم که شریعت، قوانین رو بشناسیم، حدود خداوند رو بشناسیم، سقوف انبیا رو بشنویم و مهمتر از آن بدانیم و متوجه باشیم که با انجام کارهای مذهبی و به زور توانایی شخصیمون نمیتوانیم نجات یابیم. متی 5 آیه 17 عیسی خداوند این گونه میگه گمان مبرید آمدم تا تورات رو و سقوف انبیا رو نفی کنم، بلکه آمدم تا آن را کامل کنم. خاطرتون هست عیسی خداوند حکم اعظمش چه بود؟ میگفت خدای خود را با تمام فکر و دل و قلب و جان پرستش کنید، عبادت کنید، محبت کنید و همسایه خود را همچون خود محبت کنید. تمام سقوف انبیا و کتاب مقدس در همین یک حکم خلاصه میشه. هر آنچه قوانین الهی تو شریعت گفت، هر چه انبیا گفتن، هر چی توی تورات اومده، عیسی خداوند میگه در همین یک حکم خلاصه میشه. برای همین عزیزان بهتون میگم که میخواید در قدوسیت خداوند ساکن باشین، حکم خداوند رو انجام بدید. خود به خود نه قتل میکنید، نه زنا میکنید، نه طمع میکنید، نه بی‌حرمتی به پدر و مادر میکنید و نه شهادت دروغ میدید و بقیه. خود به خود اونها رو انجام نمیدید وقتی به صدای روح خدا گوش بدید. من سعی کردم توی این جلسه یه درکی از عهد عتیق هم بیارم که وقتی ما عهد عتیق رو میخونیم متوجه باشیم
که توی عهد عتیق شریعت چه جایی داشت، قانون بی قانونی کجا قرار داشت، نگاهشون به گناه چگونه بود، چگونه به گناه نگاه میکرد، آیا گناه رو اصلا میشناختن نمیشناختن. چرا شریعت اومد؟ شریعت اومد که چشمان انسان به گناه باز بشه و به قدوسیت خداوند هم باز بشه و انسان متوجه بشه که اوضاعش چقدر خراب است. خاطرتون هست وقتی روز اول روح القدس درون قلب ما اون شراره ها رو انداخت و ما رو منور کرد، چه اتفاقی درون ما افتاد؟ وای مسعود، تو چقدر اوضاعت خرابه، تو نیاز به عیسی داری، تو نیاز به عیسی داری. اتفاقی بود که افتاد. حتی با به جا آوردن شریعت هم قوم نتونست نجات پیدا کنه. من نیاز به عیسی دارم. خدا رو شکر. امیدوارم نگاهمون نسبت به عهد عتیق البته باز شده باشه، نسبت به نجاتمون در مسیح هم باز شده باشه. ما به واسطه مرگ و قیام عیسی خداوند و به واسطه روح قدوس خداوند که امروز راهنمای ماست، معلم ماست، مدافع ماست و همان شخصیتی هست که در صحف انبیا در موردش صحبت شد، ما امروز یک راهنما داریم، یک معلم داریم. پولس رسول هم در موردش حرف زد. پس امروز در قدوسیت خدا ساکن هستیم، نه بر حسب لیاقتمونه، نه بر حسب توانایی شخصیمونه، نه بر حسب اعمال روحانیمونه، نه بر حسب زیبا دعا کردنمونه، زیبا پرستش کردنمونه، نه بر حسب محبت‌های اجباریه، اصلا بر حسب هیچ کدام از اینها نیست. ما نمیتوانیم کاری کنیم که خدا ما رو کمتر دوست داشته باشه و نمیتوانیم هیچ کاری کنیم که خدا ما رو بیشتر دوست داشته باشه. خدا محبت هست و عاشق ماست، اما دوست داره ما در قدوسیتش زندگی کنیم. پس از تلاش های انسانی دست برداریم، از کارهای شریعتی و مذهبی دست برداریم. اونا مانع این نمیشن که ما گناه نکنیم. انسان عاجزه و اگر مداخله خداوند نباشه ما هرگز نمیتونیم به سرمنزل برسیم. من همیشه گفتم اگر روح القدس درون من خاموش بشه و خداوند دستش رو از روی من برداره، من میرم این خرمنها رو 1 ساعت دیگه آتیش میزنم. معنیش اینه من به واسطه فیض نجات یافتم، به واسطه بخشش هست که در نجات به سر میبرم، نه بر حسب توانایی های شخصی. پس کارهای شریعتی نکن. امروز من به گناهانم نگاه نمی کنم، به صدای روح گوش میدم و خود به خود میبینیم که یواش یواش من به شما قول میدم وقتی شما مطابق صدای روح القدس وقتی رفتار کنید، زندگی کنید، خود به خود میبینید که اصلاً و اصلاً گناه نمی کنید. بدون اینکه متوجه باشید میبینید فرسنگ ها با اعمال گناه‌آلود فاصله دارید. خداوندا ممنون و سپاسگزاریم برای امشب، برای این جلسه، برای کلام زنده تو. خداوندا به نام عیسی مسیح دعا میکنم ای روح القدس عزیز، ای روح راستی، خداوندا تویی که امروز در ما ساکن هستی، خداوند به نام عیسی مسیح، خداوندا تو ما آماده هستیم ای خداوندا که صدای تو رو بشنویم ای خداوندا. تو با ما سخن بگو خداوندا و ما رو حساس کن نسبت به شنیدن صدای خود خداوندا، چرا که وقتی به صدای تو گوش میدهیم و به آن فکر میکنیم و به رفتار تبدیل میکنیم خداوندا، از گناه فاصله میگیم خداوندا. این به ضرب توانایی ما نیست، این به واسطه فیض مسیح خداونده، به واسطه نجاتی هست که در مسیح خداوند داریم خداوندا و بر اساس آن هدایت و رهبری هست که ای روح القدس عزیز تو به انجام میرسانی در ما. به نام عیسی مسیح آنچه امشب خداوند در کلام زنده تو آموختیم دانش بر افکار ما نگردد، بلکه در زندگی ما جسم بپوشد،
تا در مسیر قدوسیت تو خداوندا حرکت کنیم و مطابق اراده تو زندگی کنیم و از تلاش‌های انسانی دست برداریم. دعا کردم در نام عیسی مسیح خداوند با ایمان. آمین و آمین و آمین.